حالا به خودتون فکر کردید که چجوری میشه تناب بازی اسکوید گیم رو تو ماینکرافت ساخت؟ بیاید با من که بهتون یاد بدم. اول از همه مثل من به هر اندازه‌ای که میخواید پول میزنید و وسطش به اندازه 3 یا 4 بلاک خالی میکنید. بعدش که این کار انجام دادید باید بیاید اینجا دیسپنسر بذارید به همون اندازه‌ای که پول دارید و داخلش رو ویند شارژ بذارید همونجور که میبینید. بعد داخلش ویند شارژ بشه به هر اندازه‌ای که میخواید یا به هر اندازه‌ای که دارید. بعدش که این کار رو انجام دادید باید بیاید دقیقا همسطح اون دیسپنسر. البته باید این روشن بگم که دیسپنسر دقیقا باید یه بلاک بالاتر از خودش باشه. بعدش که اون کار رو انجام دادید باید بیاید همسطح اون دیسپنسرها یه دونه پل این شکلی مثل من واسه خودتون بزنید. بعدش که این کار رو انجام دادید فقط کافیه بیاید بالاشو مثل من ردستون بذارید. دقیقا همه جاش باید ردستون باشه. وقتی که ردستون ها رو گذاشتید دوباره باید بیاید وسط اینجا رو پیدا کنید. 2 تا بلاک بذارید و برید یه دونه بلاک بالایی ها رو بکنید. حالا اینجا که یه دونه ادامه داره 2 تا دیگه بهش اضافه میکنید اینجا رو یه دونه. اینجا یه دونه ردستون باید بذارید، یه دونه لور اینجا باید بذارید، یه دونه کامپریتور باید اینجا بزنید و روشنش کنید و همینطور باید یه دونه ردستون ریپیتر به سمت این کامپریتور بذارید و تا تیک آخر بدید. یه دونه ردستون ریپیتر دیگه هم که باید بذاری. بعد اینجا بیاید بذارید که دقیقا جهت مخالف این باشه و هیچ تیکی نباید بهش بدید. وقتی که روشنش کنیم میبینید که این وین شارژر رو هی پشت سر هم پرتاب میکنه که دقیقا میشه این خود بازی اسکوید گیم که وقتی بزنه زیر خاطر شما میافتید پایین. به همین سادگی.